سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم در رابطه با رفتارهای پرخطر با هم صحبت کنیم. خب یکی از سوالات پرتکراری که اکثر مراجعین، حالا بعضی از آنها که رفتار پرخطر دارن، از ما میپرسن در رابطه با بیماری‌های منتقل از راه تماس جنسی، به خصوص آزمایش ایدز هست. در جواب این دوستان باید خدمتتون عرض کنم که در صورتی که یک رفتار پرخطر غیر محافظت شده داشتید و برای بررسی آزمایش ایدز میخواید مطمئن بشید، اولین گامتون اینه که شما بعد از 1 ماه آزمایش خون از خودتون بابت این بیماری گرفته بشه و در صورتی که منفی بود، قطعی به یقین نمیتونیم بگیم که این آزمایش منفیه و به فاصله 3 ماه بعد از اون که با ماه اول میشه 4 ماه و به فاصله 7 ماه که از ماه اول حساب بشه، باید تست در 3 مرحله انجام بشه. در صورتی که در هر مرحله منفی بود و بعد از 3 مرحله منفی بود، قطع به یقین از نظر آزمایش ایدز تست شما منفی است. ممنونم که همراه ما هستین. با لایک و کامنتتون بیشتر ما رو حمایت کنید.